دوستان من سلام. همونطور که توی ویدیوی قبل براتون توضیح دادم، اولین قدم ما برای مقابله با اولیگارشی فرهنگسازی و این فرهنگسازی در فضای مجازی اتفاق باید بیفته و باید همه دست به دست هم بدیم تا ویدیوها بیشتر نشر بشه و مردم بیشتری ببینن. از دوستان تقاضا دارم کسی که تو یوتیوب استاده، کسی که تو اینستاگرام استاده و میتونه کمک کنه، کسی میتونه متن بده، کسی میتونه تحقیق کنه، راههای مختلفی که همه با هم همبسته بشیم برای من کامنت بذارید. راههای ارتباطیمون رو باید قوی تر کنیم و بدونیم که چجوری میتونیم از فرهنگ خرافات اینها جلوگیری کنیم و نسل جوون رو نجات بدیم از دست این فرهنگای اشتباه. همه با هم میتونیم ثروتمند بشیم به شرط اینکه همه با هم باشیم. هر کسی یک توان کوچیکی داره. اگه توانهامون رو روی هم بذاریم و به هم کمک کنیم، یک هلدینگ خیلی بزرگ میشه، یک انجیوی خیلی بزرگ میشه که میتونیم هم اقتصادمون رو قوی کنیم، هم تولید محتوا کنیم، هم رسانه داشته باشیم که بتونیم مطالبات اجتماعی رو بالا ببریم. چون اولیگارشیا دوست ندارن ما ثروتمند بشیم، دوست دارن وابسته باشیم و مثل کارمند براشون کار کنیم و هیچ اعتراضی هم نداشته باشیم.